الرحمن الرحیم. نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران از سحرگاه امروز در موج 99 عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها در واکنش به جنایات دشمن در حمله به زیرساخت‌های کشور، پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه و مراکز فرماندهی و تجمع نظامیان صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی را زیر ضربات موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای تهاجمی قرار دادند. در بخش نخست حملات، بزرگترین مجتمع پتروشیمی متعلق به شرکت‌های آمریکایی سدارا، اکسان موبیل و داو کمیکال واقع در منطقه الجبیل عربستان و مجتمع بزرگ پتروشیمی شرکت آمریکایی شورون فیلیپس مستقر در الجعیمه عربستان با موشک‌های میانبرد و پهپادهای تهاجمی مورد هدف مؤثر قرار گرفتند. همچنین بیش از 30 نقطه در ریشون لتسیون و پتختیکوا در مرکز و بیروسبت، دیمونا، آراد، کریاتگاد و اوفاکیم در نقب در مرکز و جنوب اراضی اشغالی در ادامه موج 99 عملیات وعده صادق 4 با موشک‌های